این الحکم الا الله دوم حکم تشریعی است. امر میکنه، نهی میکنه، حلال میسازه، حرام میسازه، کار الله متعال است. کسی نظام جور کرده نمیتونه. ما که بارها تاکید میکنیم که دموکراسی لعنت است، دموکراسی بدین است. دموکراسی در مقابل نظام الله نظام ساختن است، مخالف اینی آیت قرآن کریم است. این الحکم الا لله، فیصله امر و نهی، فیصله حلال و حرام پیش الله متعال است. مخلوق نمیتونه یک چیز مامور جور کنه، یک چیز منهی، یک چیز حلال کنه، یک چیز حرام. اما امروز ملت روان است. کاندیدایتان اول نقطه رو نوشته میکنه دموکراسی. تو به اسلام عقیده نداری، تو مسلمان نیستی، تو باز چطور گپ از داد از دموکراسی میزنی؟ کدام دموکراسی؟ باز یک تا ملا رقمکا پیدا میشه. نه مولی صاحب، دموکراسی دو قسم است. یکی دموکراسی اسلامی است، هم اسلامی دموکراسی. اول دموکراسی چی را میگه؟ چی را میگه؟ اسلام نام داره از زمان پیغمبر تعالی را، از زمان آدم علیه السلام تعالی را. ما چی ضرورت داریم به نام جور کردگی کفار که را دموکراسی بگوییم؟ چی ضرورت است؟ حقوق، تمام آزادی که هر فرد یک انسان داره در اسلام کلش گنجانیده شده. هر کس حق و حقوقش بیان شده. از کجای دموکراسی پیدا میشه؟ مخامی را میگم که تقلید کرکرانه انسان در کجا میکشانه؟ همین برادرها یک تعداد فقط پشت ملاهایی که همیشه مرعوب از فرهنگ غرب است، متاثر از فرهنگ غرب است، همین نکته کتابا نوشته کرده یا دنبال از یا روان است. مردم نکو دنبال را نوشه، تحقیق بکو که اول دموکراسی را بشناس، باز بعد از او بدون که دموکراسی ضد دین است یا موافق دین است. این الحکم الا لله، امر و نهی فقط اختیار الله است. پیغمبر نمیتونه یک چیز حلال و حرام کرده، نمیتونه بیان میتونه، چیزی را نمیتونه. نیست. اول پیام دموکراسی نمیست، حدود الله در وطن جاری نمیشه. کدام نظام است؟ باز میگه جرما زیاد شده. جرم خود زیاد میشه. آن جزایی که الله برای جلوگیری از جرم الله مقرر کرده، شما او را معطل قرار میدی. از همون خاطر کسی که عقیده را داشته باشه که نظام دموکراسی راجح است از نظام اسلام یا بعضی چیزا در دموکراسی از اسلام کده بالاتر و فوقتر است، کافر است، کافر است، کافر است. و کسی که همینطور دموکراسی را تایید میکنه او هم کافر است. همین قسم دموکراسی را که تایید میکنه که خواست مردم، قانون به خواست مردم جور میشه، سری مردم تطبیق میشه و برای مردم است. یک سال لواطت را جایز میکنه، یک سال حرام. یک سال شراب نوشی را جایز میکنه، یک سال بگه حرام. وقتی که ضرورت به خودش پیدا میشه حمله را جایز میکنه، باز پاس از او میگه نه بند. اینی را مردم دموکراسی میگه لعنت است، این بدینی است. اگر هر فرقه اسلامی که خدا خب بالا اسلام هم تراش بکنه همین دموکراسی را تایید بکنه کافر است. ما همین گپی خود در هر جا گفته رایستم و میگم به خاطر ازی که مردم فریفته شده، مردم غرق شده دایی، مردم تباه شده. مردم های دانشمندی ما این میگه پا را گفته رایست، ایمان از کلیشان میره. از اسلام چی بدی دیده؟ در مجامع امت اسلامی استاد شو بگو مردم رای بده که ما زحمت بکشم برای پیاده کردن قانون اسلام که اسلام بیا استاد نشه، برای آوردن دموکراسی، برای اهداف والای دموکراسی. لعنتی الله سرت نمیشه؟ همین سخن عزیز زبانی که کلمه میخوانی از این میبره. چه اهدافی والا داره؟ برای ما زندگی غرب معلوم نیست، زندگی حیوانی نیست. به الله قسم انسانیت وجود نداره در اونجا. یک دفعه برای ما معرفی کن ببین دنیای غرب تا کدام اهدافی والا، چی والایی داره؟ افسوس است. قرآن میگه این الحکم الا لله، حکم تکوینی و تشریعی خاص در اختیار کیست؟ الله متعال است. امر الله تعبدوا الا اياه، حکم کرده، فیصله کرده الله متعال در جمله احکام خود مهمترین حکم، اساسی ترین حکم، با اهمیت ترین، با ارزش ترین حکم برای هر انسان این کدام است؟ الله تعبدو، که عبادت نکنه، الا ایاه، بجز از الله. یک الله را عبادت کنی، دیگه کسی عبادت نکنی. حالی عبادت تنها نماز نمیگه، هر سخن پسندیده تو عبادت است، هر عمل پسندیده تو به نزد الله متعال عبادت است. این کلش به خاطر کی باشه؟ الله متعال. رأی که میدی به خاطر الله باشه، نفر بشناس که اهلیت داره یا نه، در این طور انتخابات شریک شوم یا نه، این شرعی است یا نیست.
پشت اسلام بگرد. بعد از او برات معلوم شد ذالک الدین القیم، عبادت یک الله، تسلیم شدن به نظام یک الله. این همی دینی القیم و محکم و پخته است، هیچ نوع تغییر دیش نمیاد. محکم و پخته با دلایل است، بالکل مشاهد است. به دنیا چلنج میده که در اسلام یک خلا را پیدا کنی، یک نقصان در قانونش پیدا کنی. چلنج میدیم انتقاد بکنه، اعتراض بکنه سر یک حکم اسلام. میتونن؟ یا همیشه عمل کرده مسلمانای میراثی و تذکیری را برای ما دلیل در روی ما میکشانه که نه دزدیست، جنگ است، جدل است، اینطور است، خشونت است، بالای زنا اینطور است، حق تلفی است. او مردکه او عمل یک فرد است و فردان بیچاره از پدر و مادر و امی قدر فکر کرد که پدر و مادر مسلمان است، کوزه حضور میشناسه، خیر و خلاص. از اسلام آگاهی نداره، از قانون اسلام آگاهی ندارد. احکامش کی شنیده؟ این مردم عوامی ما این قرآن برای کی آمده بود؟ کی شنیدن که چه حقوق دی بیان شده؟ میفهمن؟ نمیفهمن. اعمال افراد و اشخاص در روی ما کشانده رایستی علیه اسلام اعتراض داری که میگی اینطور است اسلام. تو یک انتقاد سری نظام اسلام بکو که میتونی یا نمیتونی. ذالک الدین القیم، امید دین درست برابر است. دلیل بالای عزیز تا که هیچ نظام و دینی دیگه درست و برابر نیست و نعوذ بالله کج است. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثری مردم نمیدانه. باز پشت دنبال دموکراسی دویده راست، مدح و ثنای ازور میکنه، توصیف ازور میکنه. یا صاحبه سجن، ای رفیقای بندی خانه، اما احدکم آلی تعبیر میکنه. دعوت توحید پیش شده از تعبیر خواب کرده، تعبیر خواب که پشتی سر کرده، دعوت توحید داده، در بندی خانه داده. تو مسلمان، تو عالم 10 سال و 15 ساله در مسجد تیر کردی، تو را به الله قسم و مولی صاحب کلمه طیبه را به مردم معنا و تحقیقش کردی؟ بگو. یوسف علیه السلام در زندان در 2 نفر این موضوع را بیان میکنه. یا صاحبه سجن، رفیقای بندیخانه، اما احدکم، هرچی یکی از شماست، فیسقی نجات پیدا میکنه، پس من نوشانه، ربه مولا و بادار مالکی خدا، خمرن امو جوسه، چیزی که جور میکنه از میوه، ثابت به وظیفه خود پس برمیگرده، براعتش ثابت میشه، نجات پیدا میکنه. و اما الاخر، هرچی دوم، فیصلب، پس در دارا ویخته میشه، فتاکل الطیر، میخوره پرنده ها، من رأسی، از سرش. نان عبارت از مغزای کلیش است که قدرت حاصل میکنه پرنده ها که از کلیش خورده بره. قضی الامر الذی فیه تستفتیان، این تعبیر عادی نیست، این تعبیر پیغمبر است. این توسط وحی الله متعال می باشه که الله به طریق معجزه به یوسف علیه السلام نصیب کرده. این فیصله شدگی است. قضی الامر الذی، فیصله کرده شده امو گپی که الذی فیه تستفتیان که شما طلب فتوا میکرده، این همی رقم شده. و قال للذی ظن، گفت یوسف علیه السلام برای اون شخصی که گمان کرده انه ناج منهما، که یکی از این نجات یابنده است از این 2 نفر. اذ اذکرنی عند ربک، یاد کو مرا بنزد پادشاهت بیگناهی مرا. اینطور برش یادآور شو که یک شخص بیگناه در زندان وجود داره. فانساه الشیطان، پس فراموش کرد از این مردکه امی یادآوری یوسف علیه السلام. شیطان ذکر ربی، یادی پروردگار، به یاد کردن مالک خود که به مالک خود یادآور شود. سخن یوسف علیه السلام شیطان از این فراموش کرد. چرا؟ الله خواسته بود که یک مدت یوسف علیه السلام در زندان تیر کنه و زمینه مساعد شود که خودی پادشاه ضرورت به تعبیر خواب پیدا بکنه. چرا که مقام و منزلت یوسف علیه السلام خوب شناخته شود، پادشاه ضرورت پیدا کنه به طلب کردن یوسف علیه السلام. نزاهت و پاکدامنی یوسف علیه السلام در ملأ عام، در دادگاه و در رسمیت اعلان شود که یوسف علیه السلام شخص بری و پاک بود. الله متعالی تو اسباب برابر میکنه. فلبث فی السجن 10 سنین، درنگ تیر کرد در بندی خانه 10 سنین، چند سال. از 3 تا در بضع میگه، بعضی میگه 7 سال است، بعضی میگه 8 سال است، بعضی میگه 9 سال است. رقم گپاسته، قرآن بضع گفته در بین 3 و 10 سال است. و قال الملك انی ارى 7 بقرات، پادشاه خواب میبینه و میبینه تعبیر کننده را جمع کرده، درباریا را پارلمانی خود جمع کرده، برشان میگه خواب دیدیم. انی ارى 7 بقرات، ما دیدیم 7 گاو سمان که چاق فربه هستند، یاکلوهن که میخوره گوای فربه را 7 عجاف، 7 گوی لاغر.
گوی لاغر که از جای خسته نمیشه، حرکت کرده نمیتونه، یا میخیزه گوی فربیره میخورن. و 7 سنبلات دیدیم 7 خوشه را خضر تر و تازه و اخرى یابسات دیگرها را دیدم خشک. یا ایها الملو ای درباریا، ای کسایی که دی دربار دیگه جماعت پر کده، مجلس پر کده، افتونی فتوا بده فی رؤیا در مورد خوابم، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر هستی که خواب تعبیر کرده میتونی. بس خواب دیده، معلوم شد که خواب کافرام راست میبره. فرعون هم خواب دیده بود که از بنی اسرائیل کسی پیدا میشه و حکومتش از بین میبره. اینطور خواب است، خواب از کافرام راست میبره، الله متعال برش نشان میده. و اینجا خو بسیار حکمت بزرگ وابسته بود. چرا؟ به خاطر که ضرورت به یوسف علیه السلام پیدا شد. قالو این مردم ها چی میگه؟ این مردم ها چی میگه؟ قرآن درس میده برای ما. مثلا موضوع که برات معلوم نباشه باید بگویی که نمیدانم باید بگویی، نگویی که این چطور است. گفتن ادغاس و احلام، ای خو ادغاس خوابهای بیهوده است، بی مطلب و پراگنده است. ادغاس اصل امو شاخچه های خشکوتر که یک جای جمع میکنی، این شاخچه های خشکوتر ادغاس میگه. احلام خوابهای پراگنده شیطانی را میگه. یا گفتن یا جمع شدگی قوده چی است؟ خوابهای پراگنده است. و ما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ما اینطور خوابایی که احلام است یعنی پراگنده است عالم نیستیم. اول بعد میگفتن که ما سرش علم نداریم. چی ضرورت بود که خواب گفتن این پراگنده است که علم نداری؟ خود خیر چرا گفتی که خواب پراگنده است؟ خود علم نداری در فتوا در مسئله که معلومات نداری، چی ضرورت است که میگی نه این گپا نیسته؟ آلی خیلی فتواها زیاد داده میشه. رفع الیدین چی طور است؟ نه این نیست، منسوخ است. تو خو یک دفعه تحقیق بکو به انصاف پیش الله. تو امضا میکنی از جانب الله، از جانب رسول الله امضا میکنی، خبرداری نه این گپی تو معادی و مفت نیست. ها مولوی صاحب تو برو تحقیق بکو به خاطر رضای الله، به انصاف مطالعه بکو. باز وقتی که کسی برات مراجعه میکنه اگر نمیتونی لا اقل قدر بگو که در این مورد ما بسیار بحث نکردیم، تحقیق نکردیم، پیش فلان عالم مراجعه کن. همین قدر خو بگو. پیش از پیش میگی منسوخ است. خو ناسخ طلب داره، تو ناسخ هزیره بیان کو. چه رقم منسوخ است؟ عجیب است. این مردم ها فقط دین تابعی چی کرده؟ خواهشات مردم خوش شود، مردم خوش شود. در تلویزیونات سوال میشه نکاح فلان طایفه قط فلان طایفه جایز است؟ هیچ باکی نداره، هیچ باکی نداره. نوروز حلالی باک نداره، شرک روا، حرام روا. آخر خیر تو پیشی الله متعال رفته نیستی یا نه؟ از کجا فتوا داده رایستی؟ آدم بگوی علم نداره. و قال الذي نجا منهما، گفتمو کسی که نجات یافته بود از 2 نفر زندانیا، و ذکر د یادش آمد بعد امت پس از خیلی تاریخ، پس از خیلی زمانه، انا انبئکم ما شما را خبر میدم به تعویلی و تعبیری خواب، فارسلون مرا روان کنید زندان. آمد در زندان. آلی یوسف ایها الصدیق، یوسف علیه السلام ای دوستم صدیق، دوستم میگه این جمانه صدیق، ای شخصیتی که هم در قولم در عمل بالکل راست کار استی. افتنا فتوا بده فی 7 بقرات، در مورد 7 گاو سمان که فربی است، یاکلهن که میخوره یار 7 عجاف، 7 گاوی لاغر، و 7 سنبلات 7 خوشه خضر که او سبز است، و اخرى دیگه خوشه ها یا بساتن که خشک است. لعلی ارجع الى الناس، شاید باز بگردم طرف مردم، لعلهم یعلمون، شاید که قدر و منزلت تو را بشناسه، بدانه، بفهمه که تو کدام شخصیت هستی. قال تزرعون، یوسف علیه السلام نمیگه که برو این قدر وقت ما برید گفته بودم دیگه هیچ برات خواب نمیگم. نه، میفهمه. یوسف علیه السلام سختگیری نکرده. انسان که کدام سخن فراموش کرد او را خورده نگیری، او را مورد انتقاد و سرزنش نکن. چیزی که فراموش شده باشه الله نمیگیره کسی که چیزی فراموش میکنه. در رمضان هستی فراموش کرده که من روز هستم، شکم پر کردی، پر مکمل کاسه را پاک کردی، بعد از این دیاد آمد روزه هستم، روزیت بجای است. چرا؟ به خاطری که از یادت رفته الله معاف میکنه. تو انسان چرا معاف نمیکنی اگه انسان سهو میشه؟ چقدر درس عظیم است. در زندگی ما به هزاران حالات یاد رفتگی و فراموشی داریم، اما ما همیشه خورده میگیریم، انتقاد میگیریم، بس قطع تعلق و دوستی میکنیم، رابطه خود میکنیم. چرا؟ اونطور نکن، از یادش رفته، هیچ چیز برش نمیگن. باز چی میگه؟ حوصله رسایی کن.
قال تزرعون 7 سنین دعبا، شما میکارید کشت و زراعت میکنی 7 سال دعبا به معادت سابقه تان پی در پی مستمر. فما حسدتم، بله آل یک مشوره در بین همی تعبیر خوب مشوره میده. انبیاء علیهم السلام همینطور بود، زمانی که سوال از یک چیز می بود و یک چیز دیگه خیلی اهم می بود، او را قطعی جواب خود چی میکرد؟ اضافه میکرد. این را اسلوب حکیم میگه، خصوصا آن چیزی که نیازی از ما خیلی زیاد باشه. اینجا برای خیلی نیاز بود. آن چیزی را که شما درو میکنه فذروه، بگذارش فی سنبولی، در خرمن نمالشه، همونطور خوشه گندم باشه. چرا؟ الا قلیلا مما تاکلون، مگر خیلی کم از آن چیزی که شما خوراک جور میکنه امو را خرمن کنه دیگه در خوشای خود باشه. گندم که در خوشه باشه نه کرمک میکنه و نه چیسته دیگه مرچه و گپا برده میتونه. چرا؟ امی سوغه که بالای گندم است چقدر ده حکمت است یا نه؟ اگر امی نباشه پرنده نیست، امی گنجشکا کلش نمی دانای گندم لاخ میکنه، امو سوغه چخ میشه نمیتونه خورده. الله متعال چی حکمتایی دی کرد گذاشته. ببینید نگوی انبیاء علیهم السلام تنها علمی از این نبود که نماز به مردم نشان بده. انبیاء علیهم السلام آمده بود تجارت، شعیب علیه السلام تجارت بیان نکرد برش، یوسف علیه السلام مسئله زراعت بیان نمیکنه برش، میگه پاره. ثم یاتی من بعد ذلك 7 شداد، بعد از میاد پس از می سالا 7 سالی خیلی سخت، یعنی قحطی میاد، خشکسالی میاد. یا کل ما قدمتم که میخوره امی سالای خوشسالی ما اونمو ذخیره های شما را قدمتم که پیش تیار کرده بوده. پیش که کدام مانده بودی ذخیره ها؟ چرا که یوسف علیه السلام برش گفت که گندم را اینی قدرش بگذاری کم کم چی کرده بری. الا قلیلا، مگر خیلی کم، مما از آن چیزی که تحسنون شما نگاه میکنی برای احتیاط که در آینده بمانه. یک مانا یا تحسنون که شما اونجا برای تخم نگاه میکنی، یعنی اگر هر قدر سختی سرتان آمد تخم نگاه بکنی. این مشوره یوسف علیه السلام است. ثم یاتی من بعد ذلك عام، بعد از میاید پس از 1 سال فی غاث الناس، که در او سال باران میشه، یعنی فریاد رسی مردم میشه، به فریاد مردم قبول میشه. و فی یعصرون، در این سال با شما خیلی جوسا جور میکنه، میوه قدر شوه که شما خوب سیراب شوی. تعبیر خوابا امی بود که 7 سال عبارت از چی بوده؟ 7 گوی لاغر 7 سالی چی بود؟ مکمل چی خوش سالی، و 7 سالی که گوای فرمی بود اونمو چی بود؟ 7 سالی که خیلی دانه و غله زیاد شده بود. دانه و غله زیاد که شده بود سالا پیش بود و سالای قحطی پشتی سر بود. اینجا چرا؟ به خاطری که اکثر دانه ها توسط بهترین یا مهمترین ضروریات اولیه زندگی انسان امی چی است؟ گندم است و جو است، چیز مواد خوراک است، و او توسط زمین و چی قلبه و چی میشه؟ باران. کلی از اینمی قرائن یوسف علیه السلام معلوم کرده، تعبیر بر ازوا کرده. آل چی درس ها برای ما و شماست ان شاء الله در درس آینده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله.